اگه سفارش کیک میگیرید، این کیک عسل جذاب و بی‌نظیر رو حتما به لیست سفارشاتتون اضافه کنید. هم به خاطر عطر و بافت بی‌نظیرش و همین که داخلش از شکر استفاده نشده. اول مواد خشک رو با هم دیگه ترکیب و الک میکنیم و کنار میذاریم. روغن مایع، شیر، عسل و گلاب رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. اگه عسلتون سفته، یکم توی مایکروفر یا روی حرارت غیر مستقیم حرارتش بدید تا کاملا اینا با هم یک دست بشن. تخم مرغ رو با وانیل و هل به مدت 5 دقیقه کاملا هم بزنید تا پفی بشه. مواد مایعمون اضافه میکنیم. مواد خشک الک شدهمون هم اضافه میکنیم تا خمیرمون درست بشه. خمیر رو داخل قالب میریزیم و میره داخل فر 170 درجه. اینم از بافت کیک بی‌نظیرمون. روی کیک رو میتونید با عسلی که با آب جوش دقیق کردید عسل مالی کنید. روش رو با پودر پسته و گل رز تزیین کنید و حسابی لذت